این هفته خبر تو خبر داره براتون از سفر جنجالی روباه بنفش به نیویورک که قرار بود برای رفسنجانی خورش فسنجون بشه، ولی برای کل نظام آش زهرمار شد. قبل از سفر جماعت جام ذهنی چنان ذوق زده شده بودن که با کله پریدن تو حلیم مذاکرات رو در رو. بازار خبرهای راست و دروغ در مورد مذاکره مسئولین ایرانی با آمریکایی‌ها چنان داغ شد که حتی بعضی روزنامه‌ها از ذوق زدگی کارشون به توهم زدن و جعل عکس فتوشاپی هم کشید و در همین راستا نامه‌ای به اسم 31 حزب اصلاح طلب منتشر شد که خطاب به اوباما نوشتند: سلامی به سبزی مراتع و بیشه‌های پرگل شمال ایران و تراوت وصف ناپذیر جنگل‌های تونگا در آلاسکا و با درودی به گرمای ریگ‌های کویر مرکزی ایران و به رنگ دلنشین حیات در بیابان‌های سرخبون آریزونا. حالا نمیدونیم چی شده که این دوستان اینقدر احساس عاشقیشون گل کرده. نمیدونی چی شده؟ هیچی. ممل آمریکایی نظام پاش به نیویورک رسید و یه رو من با شیطون بزرگ تلفنی حرف زد. جوان قارتاق دوست زبن اسمش ممل آمریکاییه، جوانی که حاضر به هر کاری دست بزنه، هر عملی رو انجام بده تا ویزای آمریکا بگیره و پاش به خاک آمریکا برسه. تو امشب اومدی همین چیزا رو از من بپرسی؟ برو فکر کن زندگی بلد کن بابا جون. یک دلسوز و نقشه کشی مثل آرمان داشته باشه، تمام یونایتد استیتس آف امریکا روشاق بشه. بابا تو چمدون هاتون رو برای یک سفر شادی بخش آماده کنید. ممل آمریکایی خودشو به هر آب و آتیشی میزنه و برای رسیدن به هدف خودشو به هر لباسی در میاره. مثل باید آدم هفت خط و زرنگی باشه که هنوز میفهمه. اما ممل آمریکایی که دور از چشم سیدعلی حسابی هوایی شده بود و یک تک زنگ هم به اوباما زده بود، همین که رسید با نعلین سیدل ازش استقبال شد. در مراسم استقبال رئیس جمهور که از نیویورک برمیگردن در فرودگاه مهرآباد، استقبال کنندگان زیادی صدها نفر بیان، یکی دو نفر اونجا یک چند تا شعار مخالف بدن، یکی هم یک کفشی در بیاره به سمت ماشین رئیس جمهور پرت کنه که الحمدلله به جای اصابت نکرده، این خیلی زشت هست. این عزیزان هم اگر دست به کفش هستن یه حزبی تشکیل بدن به نام حزب کفشیون و عزیزانی که حتی در مناظره هم با خودشون کفش بیارن که اگه لازم بود دستشون پر باشه از کفش. کاچاق روحانی تو نیویورک یعنی ممجواد ریشبزی هم که این استقبال لنگ کفشی از رئیسش رو دید، پیچید تو کوچه دیپلماسی شیرمالی و این حرفا رو به خورد بسیجیا داد تا اون اشوه‌های شتریش پیش استکباریون رو ماسمالی کنه. احساسات برای سیاست خارجی بسیار مضره، چه احساسات ذوق زدگی بیجا و چه احساسات در واقع برخوردهای غیر مؤدبانه‌ای که متاسفانه در چند روز گذشته شده که اصلاً در شأن مردم بزرگوار ایران، اون هم در برخورد با رئیس جمهور منتخب مردم نیست. یقین داشته باشند که سیاست خارجی بر اساس منویات مقام معظم رهبری پیگیری خواهد شد. اما دودی که از جنگ و دعوای باندی تو نظام بلند شده نشون میده که همین تماس تلفنی که حکم یک قطره زهر رو داره هم روی سیدعلی اثرات مرگبار داره، چه برسه به یک پاتیل زهر. اینقدر نباید خوشبین باشیم. حالا خبری نیست که یه صحبتی شده، یه تلفنی زده شده، یه تلفنی رفته. خیلی متشکرم. پشت این قضیه در زمان آقای خاتمی تمام سانتریفیوژهای ما رو تعطیل کردن. ما گفتیم آقا 2000 تا اجازه به ما سانتریفیوژ تولید بدید، ندادن. گفتیم 1500 تا قبول نکرد، گفتیم 25 تا قبول نکردن. در زمان آقای دولت آقای احمدی نژاد اومد در این سایت های ما پلمب‌هاش شکسته شد. همین احمدی نژاد که اسمش رو برد 2 ماه بعد از کفن و دفنش شده سیبلی برای حامیان رفسنجانی تا با اسم مستعار اون فک سیدعلی رو بیارن پایین. آمدن آقای احمدی نژاد ضررهای بسیاری به ما زد. آمدن آقای احمدی نژاد چطوره؟ خطرناک شد. آقا فرمودن به جایی کشیده شد که به پرتگاه رفتیم کشور. فرمانده سپاه یک لحظه احساس کردم کشور در اون فتنه 88 از دستمون رفت. یعنی هزاران بار از سوریه بدتر می‌شدیم. شما چطوری یک کشوری مثل خاتمی‌ها میاد، رفسنجانی‌ها میاد، خدا آقا و یک کسی میاد و تمام امکانات خوب ما رو تبدیل به تهدید کردیشون.
آمد انرژی ترسون دنیا رو. ما کجا؟ و خطر آقای ویروس احمدی نژاد بسیار بسیار خطرناک بود و من یک لحظه دیدم ایران از دستم رو رفت. آقا ترمز نداره، آقا فلان نداره. یک حضرت آقا میگه 4 تا سیلی میذاره زیر گوشش. آخه خره، مگه همین حضرت آقات این انتر رو نیاورده بود؟ مگه همین 2 ماه پیش اینجوری ازش دفاع نکرد؟ رئیس جمهور محترم و همکارانشون در دولت حجم کارشون بسیار بالا و پرشتاب نسبت به همه دوره‌های دیگر بود و هست. همه کسانی که میخوان درباره دولت‌ها، درباره کابینه‌ها، درباره رؤسای جمهور قضاوت بکنند و نظری بدن، خوبه به این نکته هم توجه کنند. حالا شرشور ریزش تو نظام رو از زبان دبیر امنیت جدید روحانی بشنوید که اقتدار و انسجام درونی نیروهای ولایت مدار رو توضیح میده. نظر شما درباره اون کسایی که از قطار انقلاب پیاده شدن؟ ادامه همون سوال. چیه؟ نباید پیاده بشن، نباید پیادهشون کنیم. مگه ما چند نفریم؟ این دستگاه چیزمون تقسیم برداری که گفتم همینه دیگه. شما همین الان یک کسی پیدا کنید که توی تقسیم بندی که وجود داره نباشه، یا برادران قاچاقچی یا نمیدونم فتنه‌گر، انحرافی، ساکت فتنه، بی بصیرت، ساکت فلان. ما چند نفریم؟ ما آقا در اقلیتیم، نه در داخل. ما تو منطقه در اقلیتیم، توی دنیا در اقلیتیم. توجه، ایمیل فوری از جهنم. بهترین توصیف از وضعیت سیدعلی در این روزها از زبان امام هندی نسب. سیلی رو خورده، الان گیج است، الان نمیدونه چه میکند، واقعا نمیدونه الان چه میکند. از یک طرف اشتلام میکند، از یک طرف التماس میکند، از یک طرف گدایی میکند. این الان در حال گیجی است و من خوف این را دارم که اگر این دیوانه بشد، بیشتر از این که الان هست، اگر به واسطه شکست دیوانه بشد، به کشور یک طور صدماتی وارد کند، بگد حالا که من غرق شدم بذار همه غرق بشن. معمل آمریکایی نظام وقتی تو نیویورک بود تو بعضی از کنفرانس‌هاش جوگیر شد و تو عالم حقه بازی آخوندیش یه سری حرف مفت گذاشت رو میز مماشاتچیا تا دلشون رو به دست بیاره و یه خنده ازشون بگیره. There are many technologically smart and savvy young people in Iran, and I know they're waiting for that opening. How about the issue of access to satellite television? تلویزیون ماهواره‌ای. Satellite television, you'll find it in every village in Iran. Of course, the villages, they have more of them than the urban areas. If you just look at the rooftops, you'll get a sense. I think that in the world today, these things are kind of, a little old demo day in a sense. All countries have, all people have access to satellite networks, and the people of Iran have it too. آقا نمیخواد کسی بره از بالا پشت بوم نگاه کنه. از صدقه سر خدمات دولت روحانی بشقابا رو چیدن کف خیابون تا زیر شنی نفربر اعتدال منش پرس بشن. فضاحت به حدی رسید که صدای تیویریش هم در اومد. حرف از عکسای تانکیه که یه تنه به جون این همه تجهیزات ماهواره‌ای افتاده. بیشتر کاربرا جدا از ضرورت مبارزه با جنگ نرم دشمن در این حوزه به کج سلیقگی مسئولی که با این شیوه به امهای تجهیزات پرداخته انتقاد داشتن. جدیدترین نرم افزار تولید شده توسط متخصصین حوزه به بازار اومد. آنتی ویروس چشم و گوش برای کنترل ورودی‌های شکمی. طراح حجت الاسلام شکم پرور. داشتم فکر می‌کردم آنتی ویروسی که آدم واسه خودش میتونه نصب بکنه برای چشمش، برای گوشش، که اینا ویروسا که میخوان، اما ابتدای امر از بین برن، چی میتونه باشه؟ یکیش حق شکمه. شکم به گردن ما حق داره. اگر انسان شکمش رو از حرام پاک بکنه، این خودش یه آنتی ویروس قویه. یعنی نمیذاره چیزای خراب وارد بشه. تا میادی آلودگی ما لقمه حلال نمیذاره هر چیزی وارد بشه. حالا برای اینکه ببینید این آنتی ویروس کجاها لازم میشه، F1 رو بزنید
تا حاجی با یه روایت از هلپ برنامه راهنماییتون کنه. در احوالاتشون دارن که هر شب محضر 14 معصوم میرسیده. حالا چه جوری میرسیده، چه جوری زیارت میکرده، این محضر رسیدن یعنی چی، نباید اهلش میدونن. به همین مقدار بدونیم که هر شب. بعد ایشون میفهمد که یه شب هر چی ظهر زدم نتونستم محضر اهل بیت برسم، هر چی سعی کردم نتونستم، موندم که چرا امشب موفق نشدم. بعد یه دفعه یادم افتاد ها امروز ظهر یه جایی بودم مهمان، بعد گرسنه‌ام شد. و وقتی گرسنه میشه شکم حق داره، بعد حتما شکم نجاتش داد، به دادش برسیم. از صاحبخونه خواستم یه مقدار نون چیزی برام بیاد. صاحبخونه یه قرص نونی آورد، نصف این نون خوردم شکمم دیگه سیری گرسنگیش برطرف شد. اما دیدم عجب نونی. نصف دیگه‌شو شکمم نیاز نداشت، بدنم هم نیاز نداشت، فقط برای کیف کردن خوردم. حلالم بود طیب و طاهر، اما اون شب موفق نشدم محضر اهل بیت برسم. در این بخش یک گزارش بدون شرح تقدیمتون میکنیم از بهترین مترجم تیوی ریش برای جذب توریست، اون هم در تلویزیون خارج کشوری نظام. با یه دوتا خارجی همینجوری تصادفی نگاه کردم. How many days in Iran? This is our living. second days. You go this Mashhad on Shiraz, on Isfahan, on We are Raish. going to Isfahan, Isfahan, Shiraz, Tabriz. It's beautiful. ایشون رفتن اصفهان، شیراز، تبریز. Before is now in Shiraz, in Isfahan, on the booking, on reading for this paper. Thank you. And welcome in Iran. Welcome. In Iran, merci. Yeah. Oh, this merci in language in Iran. You know, his language is merci in France. Okay. Yeah, but it's all people Iranian said is tashakkur and merci. تشکر. این خبرنگار احتمالاً جزو هیئت همراه روحانی بوده و انگلیسی رو از اون یاد گرفته. آخه روحانی تو مصاحبه‌ای که تو تهران با NBC کرد در برابر سوال خبرنگار غافلگیر شد و نشون داد با مدرک دکترای دانشگاه گلاسکو بلد نیست یه جمله هم انگلیسی صحبت کنه. چیزی هست که بخواید به زبان انگلیسی بگید به مخاطبین ما؟ خیلی متشکرم. من میخوام که با همین زبان فارسی و به ملت آمریکا بگویم. بعد که رفت نیویورک برای که این آبروریزی رو جمع کنه یه جمله انگلیسی بهش دادن حفظ کنه که بتونه اونجا بلغور کنه. محصله شد همین یه جمله 20 کلمه‌ای. Well, I have to begin by saying that I have not spoken English for years now. I'm talking about a long many years that I have not practiced my English. I would like to say to American people, I bring peace and friendship from Iranians to Americans. بالاخره ما دکترای دانشگاه گلاسکو رو باور کنیم یا این 20 کلمه دست و پا شکسته رو؟ در آخر یک سکانس واقعی از یک فیلم مستند هندی می‌بینیم که به نظر میاد فقط از اشوه‌های اعتدال شیخ فری واقعی تر باشه.